دیگر این آخرین سوال تو به من بود و هذا فراق بینی و بینک، با هم جدا میشویم دیگر. تو خودت گفته بودی کمی پیش که یک بار دیگر از تو چیزی رو پرسیدم، دیگر از من جدا شد، با همین تمام. اکنون انتظار شد من به تو میگویم هر کاری که من کردم میگویند و ما فعلته عن امری، من از پیش خود نکردم. همین سه چیزی که برای تو خیلی چیزی دهشت بود و این کاری بود، همش از جهت پروردگار بود. یکمش اگر اون کشتی رو من شکاف نمیکردم و عیب دار نمیکردم، اونجا پادشاه بود، دزد راه بود که کشتی رو از آنها میگرفت و بیچاره ها به هیچ چیز میموندن و کشتی رو وقتی شکست دید کسی کشتی رو نگرفت، فقط یک تخته رو من گرفتم که آنها تختهش رو به جایش میکنن، کشتی باز سالم میشود. از اینکه کشتی رو کاملا از دست بدهند، یک کم عیب دار شود و بعداً درست کنن، این بهتر نیست؟ من میدونستم که آنجا دزدها یا گفتیم غارتگران آن کشتی رو غارت میکنند، من برای همین آن را عیب دار کردم. اما کودک، پدر و مادر آن کودک انسان های صالح هستند و اگر همین کودک را نمیکشتم، این کودک عاقبتش کفر و طغیان و بدبختی هست. همون پدر و مادر صالحش را این به بدبختی میکشاند، حتی به کفر میکشاند که بعضا کودکان، فرزندان سبب کفر پدر و مادر میشوند و من او را کشتم که بجای این پروردگارت به آنها فرزندی سالم و با رحم و مهربان میدهد، وگرنه با همین آنها دیگر کفایه میکنند و این فرزندشان آنها را به کفر میکشاند. سیومین، اگر آن دیواری که اگرچه آن مردم بخیل بودند من از نو نمی ساختم، آن دیوار به زمین می افتید، زیر آن تلاواری زیاده بود، یک خزینه بود که از آن دو کودک یتیم پدرشان انسان صالح بوده است. اگر من بنا نمی کردم دیوار می افتید و آن طلا رو دیده مردم می گرفتن، آن دو یتیم به آن مالش رسیده نمی توانست. این چیزهایی بود که من میدانم و تو نمیدانستی، اما صبر نکردی که دیگر دوام دهیم راه را و چیزهای دیگر آموزی. و پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در بخاری است، میگویند الله رحمت کند موسی را، اگر صبر میکرد ما چیزهای زیادی می آموختیم.